عزیز بسم الله ما میدم سفر میکنیم به طرف شهر طایف با گروه نومان همراه حاجیانی محترم حاجیانی عزیز میده پیگیری کنی تماشا کنیم ما چه خیلی میریم اینجا حاضرش پیش مکه اگر که طرفی های تروزه باری توالت سکت میده شهر طایف میریم شهر طایف کدام شهر که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام برای دعوت رفته بود بگجورا بعد چند سال دعوت کردنی مردم مکه که اسلام قبول نمیکنن بعد به شهر طایف میروه گفته شاید که در اونجا اسلام قبول کنن مسلمان شوند مرا کمک کنن میروه که بر جای کمک کردن سنگ چوب و مقصد میزننش این همون شهر هستیم این تونل های مکه هستن بسم الله رفتن میگه خواهی پیگیری کنیم این بسم الله کوه بچه های طرف مکه هستن اصلا مکه خودش از این کوهپارها عبارت به حد کوهش بسیار کوهی پست بلند خیلی زیاد دارن اطراف مکه همش این کوه زوره این کوه شبیه از این تونلش میدروی در اون تونلش میبروی همه کوه را گفتیم همون گفت کوچگی که شکاف غلبال کردگیم اما این کوه تاوش همش سنگ یا خاک نیست همه سنگ در این کوه چخیل است که همش سنگ اونا جای شیطانا جای شیطانا سنگ میزنن کنم همه بله نه محکم ایش میبروی بوده ایش میبروی شنازی در شهر طایفیم که همچنین مگزین ها داره اینه کستم چای غاز کستم چای چی میگن ای پوستی شترند چیه بیاد غاز سنده جورا که در مسکو پشونده نمیشه باره که آو میگذره یا میشه خیلی میشه اکه نکوز چی خوردستی؟ اکه نکوز چند سوم بوده؟ چی؟ کوفه در یار دست به حق کوفه خوب کوفه سیاه کوفه سمالا در یار کوفه بوده بازی ماشاءالله Where are you from? اخی ای جایی؟ این از داشت دادم تو خیاگه رفتیم سیاه خوب رفتیم شکرم میریم شهری سبز و خورم ماشاءالله دمای انوار سیمی مجنون سرزمین پیامبرای خدای سرزمین سلام‌ها الحمدلله شهری طایف فرادر عزیز بچه
بچه‌های پاکستان اینجا تری بازی میزنن با دنگل چه چل قریبوزی چل دنگل نه پرتون میزنن ایسه توپاکا مثلا خونه کارگرم شتگی سنا هم جارینده میگیرن کارخونه دارن سرپاس خونه دارن اقامه میکنه زندگی میکنه قطع گودکار سیتی سیتی تایز مسجد عبدالله بس العيد العيد مسجد العيد العيد تلعيد اقامه يعني مثل ويدنجي تلسوا $2000 چند دلار 3000 چند دلار یا سالش نمیدونم روز شام کاری میکنم نه که هر سال باب میسپاری که کوی دستم ابو سولی اکر گرانس پرس کرد نکنی نه اقامه کاری باید تمام میگه کی سولی اکر $3000 هر سال یا پرانی کنیشدا مسجد عبدالله ابن عباس بچه امک حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسم الله یه مسجدی حضرت عبدالله ابن عباس یعنی که بچه امک پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم است که حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درخش دعا کرده بود که عالم دینش رو گردونه خدمت بسیار کرده اسلامی مسجد پول ای مرمر ای ها این پول